سلام و درود گاید چنل امیر رکتور خیلی خوش اومدید. من امیر هستم و امروز اومدیم با 5 تا از ترسناکترین ویدیوهایی که توسط افراد گرفته شد. لایک و کامنت و دنبال یادتون نره. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب بریم سراغ اولین ویدیو. خب خونه های متروکه رها شده در مکان های مورد علاقه جنها هستن. دار تیکون میخوره پشما. بسم الله بسم الله بسم الله لا اله الا الله مرض داریم میری جلو. لا اله الا الله لا اله الا الله اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. خب این ویدیو زیاد ترسناک نبود، میتونست فکر باشه. یارو میترسید نمیرفت جلو، مطمئن بود که نمیاد براش دیگه. خب بریم این ویدیو بعدی چیه. یکی اونجاست آجی، اونم میخواست بچه زنه رو ببره. مالان جنی چیزی خواست بچه رو ببره پشما. خب بریم سراغ ویدیو بعدی. این بچه هاش دارن بازی میکنن، زمین ما جنگل هست، مجبور شدیم شب بمونیم، حیوانات آسیبی مسئولات نزنن، ولی بعد با این سنگی مواجه شدیم. یه داری زنی که بچهش رفته بود سرش پشما. خنده هاشون چه عجیبه حاجی. مرض این ویدیو بعدی ببینید چه خبره. خونه های مخروبه و دور افتاده مکان های مورد علاقه جنها هستند. بله بسم الله پشما. بسم الله الرحمن الرحیم. این میتونه واقعی باشه ها، جدی. خب مگه مجبوری الان میری جلو؟ فنا همون ویدیو قبلی بود، مرد بود همونه. خب بریم سراغ ویدیو آخر. شب از خواب بیدار شدم و دیدم این کنارم خوابیده. پشما چیه، پیرزنه؟ چرا اینجوریه قیافش؟ یارو عینکی داره عینکشو میزنه. خب برو الان میره. پشما مثلا رو تصویرش گرفته. خب برو جلوتر. قیافش اینجوری پشما. داداش جامپسکر زد دست ویدیو. خب این بود از 5 تا از ترسناکترین ویدیوها. که کامنت سابسکرایب یادتون نره. عشق منی تا ویدیو بعدی. گودبای.